شود درباره یک آدمی غیر عادی، یک مادری بسیار هم عجیبی تاجیکستانی عزیز میخوام حرف بزنم. انیقترش سعادت خوجه و زنی 41 ساله تاجیکستان که با یک قابلیت فوق العاده‌اش تمام جامعه تاجیکان را متحیر نمود. این نفر در ناحیه واسه زندگی میکند و با پایهایش کاری دستانش را انجام میدهد و وقتی که مثلا کاری این بانو را میبینی هیچ دل کس نمیشد که او را معیوب خواند، زیرا که واقعا این گونه کارها رو حتی سلیمان انجام دادن نمیتوانند. با همون پایهایش کلان میکند، درس میدوزد، فرزندانش رو تربیت میکند و چیزی عجیب در این بانو چی است که او با همین قدر امکانیت های محدودش مثلا زندگی رو همان دوست میدارد. وقتی که در رسانه ها اینترویو میدهد، در تلویزیون، در رادیو وقتی که گپ میزند، عموما در چهره این زن خستگی رو در زندگی حس کرده نمیشود و همین تلاش و مبارزه هایش سبب شدند و این زن مورد نظر سرور دولت قرار گرفت و بعد از این زندگیش تماما به کلی دیگه شد. هر یک مقامات وظیفه‌دار کرده شد که کمک مادی و معیشی خود رو به این بانو رسانند و امروز سعادت از یگان چی قریب که تنقیسی ندارد. خلاصه چی برآورده ممکن است از حیات همین بانو؟ یعنی سعادت خوجه و نمونه عالی دوست داشتن زندگی است. بله، امروز قسمت زیادی آدمان با اون همه امکانیت هایی که دارند البته زندگی رو اونقدر دوست می‌دارند و برای پیشرفت خودشون تلاش نمی‌کنند. ولی ببینیم این زن رو که با امکانیت های محدود چقدر تلاش می‌کنه. یک چیز باید خاطررسان کرد که در تاجیکستان ما قسم زیادی معیوبان دارای کسب و کارهای گوناگون هستند و بسیار باعث خرسندی است. یعنی آنها هم خودشون را یک عضو همین جامعه حساب میکنند. واقعا هم عضو هستند اما خودشون در پیشرفت جامعه قرضدار، یعنی قرض شهروندی خود رو میخواهند که با واسطه کسب و کار اجرا بکنند که واقعا هم باعث تحسین است و من از همین فرصت استفاده برده به این مادر احسن و تحسین و آفرین میخوانم.